این علم سری کلگی فرض است. ده این علم اجازه است پدر و مادر نیست، از شوهر نیست، فقط که میسر میشه تو برو بی اجازه. این برای تو ضرور و فرض است. ما خود که در بدر شدیم، این ملت ها در بدر شده به می خاطر که همیشه در خانه نشستیم. یک تعداد ملاهای کرزین و اذهان منجمد داشتن، آنقدر اسلام تنگ کردن دایرهش که پرسان نکو خلاص دیگه، که اجازه حتی یک حصول طلب یک چیز هم نمیدادن. ترجمه قرآن اجازه نمیدن، میگه به عوام ترجمه قرآن نمیشه، 14 علم خوانده باشه بعد از ترجمه بکنه. عجیب نیست؟ بسیار جای تعجب است. این ملاها فعلا هم هستن. این ملاها ما چون به الله چی جواب میگه در حالی که اولین وحی که به رسول الله آمد اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. وسائل علم آموزش الله در اول وحی بر ما بیان میکنه، قلم یاد میکنه، تعلیم یاد میکنه، به نام الله شروع کردن خواندن یاد میکنه. لیکن جامعه مسلمانای ما امروز نظر به جامعه های اروپایی به چندین فیصد عقب است. چرا بیسواد مردم باقی مانده؟ چرا بمانه؟ چرا بیسواد باقی بمانه؟ ولا امکانات وجود نداره. چرا امکانات وجود نداره؟ مدرسه قاری را کس معاش نمیده. او مردم بالله قسم که در روز قیامت ما خو اینجا میگیم حجت تمام شود، حجت سری ملاهای بدبختم تمام شود، دور از حاضرها و ملاهای حقانی سری از هم تمام شود. پدرت میموره یک لگفانی. دیروز یک نفر برای ما میگه که یک مرده 80,000 افغانی را تنها دستقاط توزیع کردی بدبخت. 80,000 افغانی. 80,000 افغانی یک قاری که 3 ساعت یا 2 ساعت در صبح درس میگه چند هزار معاشش است؟ 3,000. 12,000 به 3 کنی چند میشه؟ 36,000. 80,000 2 سال معاش یک قاری میشه که اولاد درس بخونه. بالکل هست در هر قریه همی گپ وجود داره. یک مرده میشه اما پیسه خیرات یک مرده خیرات نیست، پیسه بدعت یک مرده معاش کلی قاری ها میشه، لیکن نیست، وجود نداره. تا این اندازه را ما در غفلت هستیم، در تاریکی هستیم. لاسپیکر به مسجد خریده نمیشه مردم، 5,000 بیش است که امو یک عالم نیست که عالم باشه. لاسپیکر در قریه ها اینمی طور جمع می باشه. لاسپیکر در مسجد در مابینش است. لاسپیکر درش باشه که کل مردم عالم میشه یا نمیشه، زن و مرد، سفید و جوان، طفل و کلگی. برای خود برنامه داشته باشه عالم. چطور؟ 1 ساعت از ترجمه باشه، بعد از یک نماز یک حدیث پیغمبر بگویه، بعد از یک نماز سیرت بگویه. کی است که معلومات حاصل نمیکنه؟ ما خود قطعا اقدام برای علم حاصل کردن نکردیم هیچگاه. اما آدمای دانشمند و ورزیده ما کسی را تشویق هم نکردیم. پارلمان معاش خود اعلان میکنه برای کسایی که عورتای خود لچ میکنه در مملکتای خارجی. مدال میاره. کدام مدال؟ چی مدالی؟ چی مدالی؟ چی مدالی؟ به حیایی؟ خب مدالی به حیایی است. یک آدم میره عورتش خود لچ میکنه، میره که ما مدال کمایی میکنم. عورت لچ کردن حرام است، کلی عمر ده حرام تیر میکنه، تو نوازش میدی. کدام یک کس همی وکیل پارلمان اعلان کرده که معاش ما وقف فلانی مدرسه فلان مرکز علم؟ بگوی برای من. باز که میاد مسجد ها به نام دین از مردم رای میگیره. این مردم به الله جواب میگه و شما مردم هم به الله جواب میگه. چرا کی طور مردم رای میده؟ کدام انواع ظلم نیست که امروز پوهنتون چرا رخصت میشه؟ پارلمان باید سوال کنه، سوال پیدا شود. انگیزی از کجا شروع میشه؟ چرا اینطور میشه؟ اولاد مردم به سرنوشت میشه در هر سال. چرا میشه؟ سوال است. کسی جواب میده؟ در این وطن که حق گفتی در چاه داخلت میکنه دیگه هیچ گپی نیست. از دست خودی ماست. پاچار خودی ما تعیین میکنیم، وکیل خودی ما تعیین میکنیم، معلم خودی ما نوازش میدیم. خودی ما اولاد خودی ماست در دستش داده رو ایستیم. کرد چی میکنه سرش؟ از بدخشان و تخار و مزار، از هرات مردم بچه جوان خود روان میکنه، کار و روزگار ریش سفید اوجا بیل میزنه دمی رمضان مبارک در زمین خود. بچه خود در کابل در پانتون روان کرده که درس بخونه. این جمعه فقط جنگ سری انتخابات میشه. یک جوان کمی درک نمیکنه که ما جنگ سری انتخابات چی کنیم؟ کی ببره کی نبره؟ برای ما چی؟
ببره و نبره چی رقم باشه، می بردن چی رقم باشه. از ابتدا و تهداب نظام ما نعوذ بالله خلاف شرع گذاشته شده. اگر شما نتیجه مثبتی از این گپا را دیدی، اینی جای نشانه باشه. چرا؟ خشت اول گر نهد معمار کج، تا به آخر میرسد چیز؟ دیوار کج. خشت اول انتخابات این شرعی بود. خلاص دیگه چطور تا توقع داری؟ والا امن نمیه دنیای کافر این بدبختا اینمی وضعیت تقاضا داره، همین وضعیت سر شما میاره به خاطر که محتاج باشه. از دامنش محکم بگیری که نه نرو که ما میکشیم یکی دیگه خدا. نرو، تو مسلمان هستی، کافر محکم گرفتی برای امن خود. در روز قیامت به پیش الله استاد شو که الله برات میگه همین دین کدام دین بود، امن نمی آورد یا نمی آورد. دل آدم میکفه. این گپ یادی نیست. جوانایی که امید ملت است، آرزو آمال تمام ملت به می جوانا که سبا رئیس میشه، مدیر میشه، مامور میشه، معلم میشه، در پانتون دوخته است. اما این مردم اول تشنج و اول فرقواریت و اول تعصب و قوم بازی و لسان بازی و انتخاب بازی را یا بکنه. چی توقع داری از این دولت، از این ملت که آباد شوی؟ این افغانستان آباد بشه؟ افغانستان گاهی آباد نبینه. چرا؟ دین نفهمیده. مسلمان های تسکیره است، خیر و خلاص. عنعنات، رواجای کمرشکن، جهالت ها، بدعت ها، تاریکی ها، نعوذ بالله خرافات، این اصل حقیقت دینی ما گشته و ما را معاصره کرده. ما دو مستغرق هستیم، غرق هستیم، غرق. پولی ما سری شکما مصرف میشه، سری شکما. ما گفتم نه؟ چطوری یک مرکز فعال نمیشه؟ یک مرکز یک نفر که پدرش میمونه فعال میتونه، حاجت به دیگه نیست. و من خو میگم که مرکزی که در دیهات شما باور به الله بکنه، برای دیقان یک سر ترشک هیچ معلوم نمیشه، یک سر بادام معلوم نمیشه، یک سر سیب معلوم نمیشه. عشر خدا بده بمی عالمی که همینجا تدریس میکنه. او عالم چلانده نمیتونه. ما شرط میکنم که عالم قطع 50 نفر طالب چلانده میتونه، لیلی باشه. اما توجه نیست. ملت فقط دینی تاریکی زندگی بکو خیر و خلاص. خو لیکن قرآن کریم درسا میده. داستان موسی علیه السلام به خاطر از این نیست که صوفیا از خضر علیه السلام برای خود به فایده خود حکایت‌ها را جور بکنه. داستان موسی علیه السلام درس بر ما میده. موسی پیغمبر است، پیغمبر اولوالعزم، بزرگترین علم برای پیغمبر میباشه. خب وقتی که شنید که یک بنده دیگه هم است، علم قطعش است، شاگرد قطع خود میگیره، سفر شروع میکنه. سفر شروع میکنه، خبرداری نه، منزل میکنه، تکلیف میکشه. بیا دیگه آداب معلمه تعلم است. بیبی که چقدر موسی علیه السلام با این وضعیت خود به خضر علیه السلام چقدر چی میکنه، فروتنی میکنه، تواضع میکنه. امروز شاگردان در مقابل استاد چی آداب داره؟ ولی بیا این داستان برای ما بسیار درسا داره. حدیث بخاری شریف است. موسی علیه السلام یک روز خطبه میده. کسی از پیش سوال کرد که امروز عالمترین شخص کیست؟ موسی علیه السلام گفت ما. الله متعال امید ما گفتنی موسی علیه السلام خوش نکرد. باید دیری طور موقع اولا میکرد این موضوع را به الله که والله اعلم میگفت. الله متعال در امتحان قرار داد موسی علیه السلام، وحی کرد برش. وحی طور کرد که یک بنده دیگه است که از تو کده عالم تر است. موسی علیه السلام گفت کجاست؟ من ماندنی نیستم تا که علم حاصل نکنم. الله متعال برش نشانه داد، گفت ماهی را بگیری قطی خود توشه، هر جایی که ماهی حرکت کرد اونمونجا امو بنده را پیدا میکنه. موسی علیه السلام امرای یوشع ابن نون شاگردش حرکت کرد، ماهی را قطی خود گرفته. در جایی رسیدن که دو بحر با هم ملتقی یک روبرو میشن. این بحرها در کجاست؟ پشت سرش بحث میکنیم که در کدام جای قرار داره این بحرها، ملتقى البحرین کدام جای را میگه. در این مورد علما کسی میگه این بحر احمر و بحر چیسته هند است، این هر دو که با هم یک جا میشه. یک تعداد علما به این قائل است. یک تعداد میگه نه، بحیره تبریه با امرای چیسته نهر اردن، این هر دو که یک جای میشه اوجا است. این دو قول مستند و قوت نداره. اصلا دو بحر که با هم یک جا میشه عبارت از اونمو بحر چی است؟ خلیج سوئیس و خلیج عقبه برش میگه که هر دو تا یک جا است، باز جدا میشه، باز با هم یک جا میشه. چرا؟ دلیل بالای ازی به خاطری که موسی علیه السلام
به این اندازه دور نبوده که بحر هند کجاست، بحر احمر در کجاست، و دو با هم یک جا میشه. و نه بحیره چیست تبریه و نهر اردن با هم که یک جا میشه. راجحتر معلوم این میشه که مراد از اون بحری است که به نام بحر عقبه و بحر خلیج عقبه و خلیج سوئیز یاد میشه، در اونجا است. الله متعال خضر علیه السلام در اونجا بوده، موسی علیه السلام سفر میکنه. زمانی که اونجا میرسه در پالی یک سنگ استراحت میکنه، مانده شده بودن. یوشع ابن نون بیدار است. در اونجا در پالی امی سنگ یک چشمه است. آبی چشمه خاصیت زیره داشت که سر هر چیز میخورد او در حرکت میآمد، یعنی حیات برش حاصل میشد. سریمایی که به مجرد او آب دانش خورد، آب در شرشره میخورد، باد میشد. مایی یک دم حرکت کرد، زنده شد و در بحر خود انداخت. اما با مجرد انداختن بحر، الله متعال آب زیر و بالای زیر مکمل منجمد کرد. سرنگ واری تونل واری باقی ماند، مایی در اموجا باقی ماند. شاگرد دیگه فراموش کرد، چون خسته و زله و مانده بود. موسی علیه السلام که از خواب بیدار شد، حرکت کردن رفتن. همین مرتبه که از همین نقطه یا حرکت آغاز کردن، بسیار خسته می شدن. تا این میجره که آمده بودن احساس خستگی نمیکرد. چرا؟ قانون است انسان در یک جایی که بی هدف باشه که میری زیاد زله میشی، اما جایی که هدف داشته باشی احساس خستگی و زلگی را انسان نمیکنه. تا یک جایی که رسید، خیلی سفر کرده بود، وقتی خوراک شد موسی علیه السلام گفت که بیار برای ما چیزی را که بخوریم، بیخی خسته شدیم. و مردکا گفت از امو ماهی خوردن میکرد. گفت ماهی خوردن اونجا که در پالی سنگ بودیم اونجا اینی طور کار شد و ما شیطان از پیشم فراموش کرد که بری تو یادآور میشدم. موسی علیه السلام علی درس است، کلش درس است برای ما و شما. پس دور خوردن امونجا آمدن که یک نفر در پالی امونجا خواب است. استراحت کرد، چادر را گرد خود گرفته. السلام علیکم. سوال کرد که کدام سلام؟ سلام در این منطقه سلامی از کجا میشه؟ یه گفت که من موسی هستم. گفت موسی بن اسرائیل؟ گفت بله. بعد از گفت چی میکنی؟ گفت ما آمدم که یک چیزی از تو یاد بگیرم. در حدیث بخاری شریف میآید که خضر علیه السلام برش گفت که تو ختمه امرایی کرده نمیتونی، چرا که توان و طاقت نداری که تو زبان بند کنی و ما سر ما انتقاد نکنی. علتش چیست؟ به خاطر که در شریعت موسی علیه السلام اعمالی که خضر علیه السلام انجام میده نادرست و نارواست و برای کسی که منکر ببینه سکوت کردن غلط و نادرست است. موسی علیه السلام مجبور است که بعد انتقاد بکنه. موسی علیه السلام گفت که نه، ما بالکل تابعداری تو را میکنم و واقعا در خود قرآن کریم هم بر ما میآید. لیکن خضر علیه السلام برش گفت که الله متعال برای تو علم داده از علم خود که تو را نداده و به توی تو علم داده که مرا نداده، ما عالم نیستم. موسی علیه السلام عالم شریعت است، احکام الله متعال. دعوت و تبلیغ که برای مردم میکنه که مردم باید مکلف باشن، امو وظیفه را انجام بده، این علم شریعت میگه. و هر پیغمبر برای نمی دعوت میه امی علم از کلگی که امی علم از یاد می داشته باشه. اما علمی که امرای خضر علیه السلام است، از اسرار و اصل مصلحت یک شی معلومات حاصل کردن. الله متعال به طریق جزئی به خضر علیه السلام امی قدر علم داده بود. از او خاطر خضر علیه السلام گفت که تو نمیتونی. موسی علیه السلام تعهد میکنه. نکته از این ان شاء الله آلی دا اسنای قصه بر ما و شما آمده رایسته میگیم. و از قال موسی لفتاه، زمانی که میگه قابل یادآوری است در آن وقتی که گفت موسی علیه السلام برای جوانی خود. لفتاه معلوم شد که شاگرد از یوشع ابن نون یا جوان بوده. قطع موسی علیه السلام شاگردی میکرد سفر انسان تنها نکنه، نفر قطت باشه. عالم که جای میره باید یک نفر قطش باشه. این بسیار فایده ها داره، خیلی زیاد مفید می باشه. چرا؟ انسان به تنهایی خود یک کار انجام داده نمیتونه، ضرورت به نفر دوم است. الله پیغمبر علیه السلام میگه که سفر در یک نفر سفر کردن این درست نیست، منع کرده. لا ابرحو، همیشه استم پیوسته میروم حتی ابلغ که برسم مجمع البحرین، در جایی که ملاقی میشه یک جا میشه اردو بحر، او امضیه یا میتور ادامه میدم سفر خدا حقوبا زمانه های دراز، مدت های دراز تا که در هدف برسم. فلما بلغا، هرگاه که رسید مجمع بینهما، در جایی که دو دریا با هم یک جا میشد که او عبارت از خلیج عقبه و خلیج سوئیز بود. نسیا، فراموش کردن اردویشان حوتهما، اردویشان فراموش کرد. نه یه شکی دیده بود در یاد از اون نامد. موسی علیه السلام هم فکر نکرد که کجا کدی ماهی رقت خود بگی. اردویشان فراموش کردن.
سر انبیاء علیهم السلام فراموشی میآید. چرا؟ انبیاء بشر است و ملک نیستند. تمام آن چیزی که سر بشر میآید سر انبیاء علیهم السلام میآید. هیچ خصوصیت دیگر انبیاء علیهم السلام به جز از رسالت نداره. مرگ سرش میآید، مرض سرش میآید، فراموشی سرش میآید، تکلیف سرش میآید، درد و رنج میکشه، خوردن نوشیدن میکنه. از او خاطر کسی که منافات پیغمبر با امرای ای گپا داره او مردمای گمراست که الله در قرآن یاد میکنه. امروز که یک تعداد مردم به محمد رسول الله مسئله نور قائل است، این مردم ها جاهل ترین مردم هاست، جاهل ترین مردم ها. حدیث ها پر است از خوردن پیغمبر، سفر پیغمبر، ازدواج پیغمبر و این بدبخت ها بازم میگه نور است. عجیب نیست؟ چقدر جهالت حاکم است. ببینی خب سری انبیاء علیهم السلام نسیان میاد. نسیحتهما فراموش کردن اردویشان امو مایی خدا. فتخذ سبیله گرفته بود مایی سبیله رای خدا فی البحر در بحر سربا یکی نقب زده بود، سرنگ زده بود، تونل زده بود. تونل زده ای بود که الله امو آب از زیر و بالایش یک دم منجمد کرد، مایی در مابین مان. فلما جاوزوا هرگاه که تیر شد خیلی سفر کرد. قال لفتاه موسی علیه السلام برای شاگرد خود میگه آتنا غدانا بیار طعام چاشتی ما را. لقد لقینا یقینا یافتیم روبرو شدیم من سفرنا از این سفری خود. هازا که این سفر است نصبا زحمت زیاد. تا اونجا که آمده بودن زیاد چی زحمت ندیده بودن. چرا؟ اون تا اونجا هدف بود، آلی به هدف روان است. قال ارایتا یوشع میگه به موسی علیه السلام خبر ارایتا ای خبر بدی اذا وینا، یعنی تو را خبر بدم یا مرا خبر بدی. معنیش چیست؟ علم بری تو حاصل شوه. از اوینا الى الصخره زمانی که پناه بردیم به مو سنگ و او جارام استراحت کردیم. فانی نسیت الحوت ما فراموش کردم ماهی را و ما انسانیه الا شیطان فراموش نکرده ای را مگر شیطان. سبب شیطان شده که ما را در خو برده و در حالی که تلاش داشتم که باید ما ای را یاد بیارم، لیکن بازم شیطان به خاطر از اینکه ما متحمل امی مشقت شویم شیطان از ما فراموش کرد. ان اذکره از اینکه ما یادآور شوم. شیطانی قدر تسلط داره که سر تو فراموش میکنه. بله شیطان در خواب برد فکرش دیگه طرف چی کرد؟ متوجه کرد که توجه به ای پیدا نشود. موسی علیه السلام قار میشه و اتخذ سبیله فی البحر عجبا گرفت مو مایی رای خدا فی البحر در بحر عجبا به یک طرز عجیب و ناشنا. قال ذلك ما كنا نبغي. موسی علیه السلام میگه این می جایی ما مو جایی است کنا که ما بودیم نبغي طلب میکردیم. در تلاش کدام موقعیتی که بودیم اینم اینجا هست. چه درس عظیم است. نسیان الله مؤاخذه نمیکنه. یک آدم در رمضان مبارک شکم خود پر میکنه، شکم هیچ در یادش نیست که من روز هستم. یوی روز هستم، روزش بجای است، روزش میدان نشده. شکم پر کرده خوراکی بستر زده، دو خوش انگور خورده مکمل، لیکن روزش میدان نشده. در نسیان مؤاخذه نیست. الله متعال مؤاخذه نمیکنه، روزیت درست است. الله که مؤاخذه نمیکنه بندیش هم مؤاخذه نمیکنه. موسی علیه السلام شاگرد خدا قار نمیشه. چرا فراموش کردی؟ فراموشی گپی است که در اختیار خود انسان نیست. پدر و مادر، استاد، هر کسی که سرپرست است بجاش درس است. چطور اولادت، سیاسرت، زیر دستت از فراموش میشه، باز تو دیگه چوب میورداری دیکی نمیزنی. پیغمبر علیه السلام بلال رضی الله عنه را گفت ما خواب منزل کرده بودن، خیلی خسته شده بودن، آخر حصه شب بود قرار خواب رفتن. بلال رضی الله عنه شان که تو انتظار صبح بکو، اگر صبح برآمد ما کل گیره بیدار کو. بلال رضی الله عنه میتور سری شطور تکیه کرد و طرف مشرق سعی کرد روی بود که کی فجر طلوع میکنه. یا مانده و زله بود قرار خواب رفت. اولین کسی که از خواب بیدار شد رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که هفته و تاله شده بود. بلال بیدار میکنه. چرا؟ گفت آن چیزی مرم گرفت، آن چیزی که شما را گرفته بود. پیغمبر خفه نمیشه. قوم میگه بخیزی از اینجا حرکت کنی که اینجا جای چیست؟ تسلط شیطان. عبادت الله از ما چی شد؟ حرکت کردن این منطقه را گذاشتن. حالی ما و شما این حکم برای ما و شما نیست که هر جای سر ما چی بیا این منطقه را اله کنیم. او خب پیغمبر بود،
خب میفهمید برای از او به طریق معجزه معلوم میشد، به ما تو معلوم نمیشه. خود درس هست کدام جایی که سبب غفلت میشه باید تغییر بدی جایی تا، باید تو بفهمی. اونجا بلال رضی الله عنه قار نمیشه، نماز قضا میشه. چی قضا میشه؟ لیکن بلال قار نمیشه. چی درسی عظیم است. فراموشی در اختیار انسان نیست، قابل مؤاخذه نیست. موسی علیه السلام سرش قار نمیشه، بلکه میگه که اوه امو جای مطلبی ما بود. از او خاطر فرتد بازگشتن علی آثارهما به نقش قدم خودشان به مورایی که آمده بودن، قصصا در حالی که پیجویی میکردن، یعنی امورای خود گم نکنه به مو پایا که آمده، به خاطری که امونجا پس برسه راه از پیششان غلط نشود. فوجد عبد من عبادنا، یافتن یک بنده از بنده های ما، آتیناه که داده بودیم برش رحمتا مقبولیتی خاصه، رحمتا من عندنا از جانب خود، و علمنا تعلیم داده بودیم ایره من لدن از طرف خود، علم برش داده بودیم. یافتن اردویشان یک بنده از بنده های ما. اشاره به چیست؟ احتیاجی خضر علیه السلام. متصرف نیست، کارساز نیست، الله نیست، یک بنده از بندگان الله متعال است. بندگی الله را کرده، در بندگی در درجه کمال است، در بندگی در درجه کمال است. الله میگه دوی نعمت سرش کرده بودم، یکی رحمت و دیگر علم برش داده بودم. اگر مراد از رحمت نبوت باشه و مراد از علم وحی باشه، خضر علیه السلام پیغمبر است. اگر مراد از رحمت ولایت باشه و مراد از علم الهام باشه که ما برش الهام کرده میره، بازی ولی است. از همون خاطر مفسرین در مورد ولی بودن و پیغمبر بودن از اختلاف داره، حالی بحث میکنیم که کدامش راجح است. ایره یافتن، سلام پرتافتن، سر از چادر بیرون کرد. این کلام اینجا در این دیار دیده نمیشه. این کلام شرع است. موسی علیه السلام میگه من موسی هستم. گفت موسی بنی اسرائیل؟ گفت بله. حالی بیایی که خضر علیه السلام اول پیغمبر است یا ولی؟ اختلاف است بین علما. یک تعداد قائل به است که ولی است، چرا که پیغمبر برای دعوت میباشه و این دشتا و بیابانا چی میکنه؟ یا قائل به است که ولی است. لیکن یک دلیل ضعیف است. ولی هم کسی است که وظیفه و در نقش قدم پیغمبر حرکت میکنه. تا وقتی که نقش قدم پیغمبر را تعقیب نکنه ولی نمیشه. از او خاطر پیرایی که یک روز نه سنگر دیده نه در جهاد مردم دعوت داده، فقط سری مردم چادر انداخته هو کده رایسته، یا گوی ولی شده نمیتون. ولی کسی میشه که یک روز در سنگر است، یک روز در مسجد تعلیم میده، یک روز در مشوره قوم است، یک روز باسقط اهل و عیال خود محنت میکنه. پیغمبر از کسی قبول نمیکرد، خود غاری و زحمت میکرد. این پیرا از مردم جمع کرده رویست، در بدر کرد مردمه. دستایشی قدر نرم است مثل پخته واره. یک روز بیل در دست نگرفته، کلان در دست نگرفته، کوزه را در دست نگرفته، وضو که میکنه مرید دستار است فرس آوادهش پرتافته رویست. دیگه مرید دستایش هم میشویه. عجیب است. خود دیگه دستای ازی پخته شود. تو بلیسیشم لعاب دانی کلگی سرش بخوره، دیگه هم پخته بودنش زیاد میشه. عجیب نیست؟ ولی کسی است الذین آمنوا و کانوا یتقون، عقیده درست قرآنی مکمل زندگی را با تقوا برابر کنه. تقوا چی را میگه؟ تمام مامورات الله را تطبیق کردن، عملی کردن، از منهیات خود نگاه کردن. این پیر صاحب معنای کلمه را نمیفهمه، نه مامور بهی را میفهمه نه منهی را. از کجا ولی شوه؟ کدام روز مدرسه را خونده؟ یک آیت ترجمه میتونه، تفسیر میتونه، یک حدیث بیان میتونه؟ نمیتونه. ولی است دیگه. سعی میکنی که مریدا پیدا میشه، غنبر میزنه، مراقبه میکنیم. میگه ما مراقبه، نه در جماعت حاضر، نه در نماز، نه در مجمع مسلمانا، نه دعوت داده، نه امر بالمعروف کرده، نه نهی عن المنکر کرده، نه غم مردم خورده، غم شکمی خود خورده. خلاص در کوچوی قوی نشسته است، مردم برش سجده کرده، پایش بوسه کرده رویست. این ولی میگه. این ولی نیست، این شیطان است، ابلیس است. از او شیطان کده، این بد شیطان است. در لباس اسلام مردم گمراه کرده، طرف جهنم کش کرده رویست. چطور ولی شده میتونه؟ ولی تو نیست. خضر علیه السلام پیغمبر است. چرا؟ به خاطری که اگر پیغمبر نباشه موسی علیه السلام پیغمبر چطور بره پیش ولی؟ مرتبه پیغمبر بالاست از ولی کرده.
احتیاجات پیغمبر برای ولی پیدا میشه، این نادرست است. یک دلیل. دوم، الله متعال اینجا کل نسبت ها را برای خود کرده.